خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه بچه‌ها. امروز شاید دوباره این همیشه واسه سوال باشه. بچه‌ها امروز داداش یه نفر رو پیدا کردن. قدش تقریبا بلنده، یه ذره دوربین بیاد پایین‌تر میتونید ببینیدش راحت. آروم برشه بچه‌ها یه دونه ایتاچی گرفتم، شخصیت مورد علاقم. بچه‌ها شاید واسهتون سوال باشه که این فیگور خفن رو از کجا گرفتن. بچه‌ها 100% سمپای شاپ یکی از بهترین انیمه شاپ ها، یکی از سال 1401 بوده که بنده ندیده بودم. بچه این خیلی خوشگله، اینو عاشق این شدم. بچه کلی دیتیلش هست بچه، گردنبندش، لباسش، انگشترش و بچه پایش هم اگه دقیق کنید از یه پایه معمولی خیلی بزرگتره. بچه داداش اینو پیدا کردم. بچه داداش ساسوکی رو پیدا کردم. دیدید خیلی اینو دوست دارم بچه و قدش رو نگاه کنید بچه، بهش اصلا نمیرسه. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده بشه. لایک و ساب فراموش نشه. چنل تیکتاکمون هم برید فالو کنید که اونجا هم ویدیوهای خفن میذارم. دوستتون دارم. فعلا بای بای.